درود خدای بزرگ بر همگیتون و شب بسیار زیباتون هم به خیر و شادی باشه، ایام به کامتون باشه. یه چند تا نکته رو خدمتتون ارائه بدم و از خدمتتون من مرخص بشم و وقت گرانبهای شما رو نگیرم. هر کارشناسی رو که شما الان در این فضای مجازی دیدید که داره فعالیت میکنه زیر نظر میراثه. میراث یک سری اکیپ ها، یک سری گروه ها رو داره که اینها برای خودش دارن کار میکنن. من جمله اون آقایونی که صبح تا شب تو دغدغه وزارت خونه شده کوهسار بادفر. دغدغه یک وزارت خونه شده کوهسار بادفر. که چرا؟ چون کوهسار بادفر میاد به اینها میگه که اگر حفاری برای مردم ممنوعه که شرع شما اومده این رو آزاد کرده، شرع شما گفته که این آزاده، تو چجوری حفاری رو ممنوع میکنی؟ یا ما باید به شرع شما گوش بدیم یا به قانون شما. یک سری از افرادی که الان زیر نظر شما دارن حفاری میکنن تو بوکان، صبح تا شب کلیپ میگیرن و اجناسی رو که در میارن به شما میدن، چرا برای اینها پرونده سازی نمیکنی؟ چرا دغدغه شما این نیست؟ چرا دغدغه شما صحبت‌های امام جمعه اصفهان نبود در مورد بناهای تاریخی؟ چرا دغدغه شما تخت جمشید نیست که فرونشست چند سال آینده این سرمایه ملی ما رو از بین میبره؟ چرا دغدغه شما اون اشکفت‌های خوزستان نبودن؟ چرا دغدغه شما اون تپه‌ای بود که یکی از افراد خودتون تو میراث اومد یک شب لودر گذاشت روی یک تپه رو برداشت و برد؟ چرا دغدغه‌های شما اینها نیستن؟ چرا دغدغه‌های شما اینه که کوهسار بادفر امروز غذا فلانو خورد؟ کوهسار بادفر 2 میلیون فالوور داره. خب به تو چه؟ خب ملعون، تو قیافه خودت رو برو تو آینه نگاه کن، ملعون. بعد مردم بیان تو رو دنبال کنن. چرا باید تو رو دنبال کنن؟ تو چی داری که تو رو دنبال کنن؟ یک آدم رانت خور با رانت اومدی سر کار. خودتون میدونی در مورد کی صحبت میکنم. خانومت ازت طلاق گرفت. چرا؟ چون شما دانشجوها رو میبردی داخل دانشگاه، بعد تایم خروج از دانشگاه به خاطر اینکه کتابشون چاپ بشه میرفتی با اینها میخوابیدی. و افرادی هم هستن که از تو حمایت میکنن که از تو انگلترن. فردا روز حواست به این مسائل باشه. انگل، به فکر فردا هم باش. این کسایی که الان از تو دارن حمایت میکنن، فردا به فکر اینها باش. من مردم پشتمه، من حمایت هیچ مسئولی رو نمیخوام. تا خدای بزرگ پشت منه، هیچ مسئولی رو نمیخوام. نخواستم برم زندان. بعد از اینکه اومدم بیرون میخوای چیکار کنی؟ چرا خانم شما طلاق گرفت؟ شمایی که میای به ما میگی قاچاقچی عتیقه، چرا یک مورد از ما رو نگرفتید که ما قاچاق کنیم؟ باند افراد چینی که داشت مهره ها رو از ایران خارج میکرد زیر نظر برادر عزیز و دلسوز دهپهلوان بود که با شما هم کاسه بود. پورسانتت رو بهت نمیدن، اومدی به من گیر دادی. چرا هر روزی که من میام در مورد دفترهای خریدی که در تهران وجود داره که زیر انگلزاده های شما، زیر نظر این انگلزاده ها و مسئولین بیشرف میراث این کشوره، فردا برای من یک پرونده درست میشه و فردا یک سگ رو میارن جلوی دوربین میگن کوهسار بادفر رو تخریب کن. چرا ما اینها برامون جای سواله؟ چرا هر روزی که من اومدم کسی جنسی رو که در میاره نبره دفتر خرید میگیرنش؟ یک انگلزاده کچل کثیف قیافه شبیه ببخشید فلانه میاد در مورد من صحبت میکنه. بعد توسط اینها به جایی نمیرسن، میان میگن که کوهسار بادفر داره به اطلاعات سپاه کار میکنه. یعنی اطلاعات سپاه این کشور اونقدر خار و خفیف شده که توی انگلزاده بی وجود بی پدر بیای به کوهسار بادفر بگی که برای اطلاعات سپاه کار میکنه. خب اگر کوهسار بادفر برای اطلاعات سپاه کار میکنه، چرا 3 سال بهش دادن؟ چرا بهش 3 سال دادن؟ نه مدرکی داخل پروندم هست، نه صورت جلسه‌ای
3000 نفر تو لایو من بودن، دیدن من دعوا کردم. سر یک دعوا اومدی به من گفتی خرید و فروش کرده، اومدی گفتی جنس از ایران خارج کرده، اومدی گفتی رفته حفاری کرده تو لایو، در صورتی که همه بودن. خدا شاهده. ببین ظلم زیاد طول نمیکشه. بترس از اون روزی که نزدیک خودت داری. میدونی چی دارم؟ به جان خودم گوشاتو میبرم، به خدا گوشاتو میبرم، هدیه میدم به مردم که بفهمی در مورد کسی که مردم دوستش دارن چجوری صحبت کنی. به جان این پسرم این گوشات جفتش رو میبرم. این روز ببین شاید بتونی منو زندان بندازید، شاید بتونید من رو زندان بندازید، من برم زندان. ممکنه این نمیشم، ممکنه من برم، من خونمم همدان خونه گرفتم دیگه، نمیتونم برگردم جوان رود. تو همدانم شاید من الان برم بیرون، تو بیای آمار منو بدی، منو بگیرن، ولی به خدایی که تو میپرستی بعد از این 3 سال زندانی که دارم بیام بیرون گوشاتو میبرم. اگر شرف ندارم اگر گوشاتو نبرم. بعد چرا تو این کشوری که اسمش جمهوری اسلامی ایرانه صدا و سیمای شما اومد گفت کوهسار بادفر، صدا و سیماتون شبکه 1 پخش کرد، گفت پرونده براش تشکیل دادیم، هر کسی که کوهسار بادفر 1000 تومانیشو خورده بره تو کرمانشاه شکایت کنه. چرا 6 ماه دادستان کرمانشاه پرونده من رو گیر داد، 1 نفر پیدا نشد بگه که من 1000 تومانیشو خوردم؟ چون من تخم پدرمم، من پسر جلال الدین بادفرم که لقمه حرام دهن من نذاشت. و مثل شما انگل‌های بیناموسی که با رانت و رانت بازی رفتی اونجا و 4 تا انگل بیناموستر از خودت هوات رو دارن، ما مثل شما نیستیم، ما مردمیم و شما دارید توسط این انگل‌های بیناموس دارید مردم خودتون رو از دست میدید. تو الان داری به من فشار میاری، مگه من چیکار کردم؟ کدوم جنس رو خارج کردم؟ الا اینکه کوهسار بادفر گفته که اجناس باید داخل این کشور بمونه نره بیرون. کیا جبهه میگیرن؟ کسایی که سودشون تو این کاره، کسایی که مهره ها رو میفروختن به چین لاشی، کسایی که 200 قلم جنس طلای ما رو دادن به چین. چین پس نداد، گفت بیایید ببخشید اینجا ما بگیرید بخورید. شما رانت بگیرها، شما درصد بگیرها، شما مسئولین میراث، خطاب به شما. برو تخم داری از وزیر کشورت بخوا که تو موزه ملی ما اجناسشو بردن چین، الان به چین میگن اجناسو بده، میگه بیایید اینو بگیرید. غیر از اینه بیا شفاف سازی کن. این مال ملته، مال تو نیست. بعد صبح تا شب دغدغه تو این نیست که چین اومده فلان کرده، ایشون 2 میلیون فالوور داره. خب به تو چه؟ اگر مردم میان منو فالو میکنن، منو نگاه میکنن، به تو چه ربطی رو داره؟ مگه تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ کی تو رو اصلا اونجا گذاشته؟ گوه خورده با تو، با 7 جد و آبادش. تو اصلا کی تو رو قبول داره؟ یه نظر سنجی تو صدا سیماتون بذارید بین من و بین شما مسئولین میراث. ببینید مردم منو تایید دارن یا شما رو. مسئولیت بذار. یه نفر رو مسئول کن از ما، یه نفر از شما، که بیاد یه نظرسنجی رو انجام بده. اگر شما بیشتر از من رأی آوردید من گردنمو میزنم، مرد نیستم اگر نزنم. کی شما رو تایید داره؟ یه مشت انگل که تو انگل‌ها فرو رفتن تو وزارت میراث، این یکی پسر عمه اون یکی خاله اینو ترتیب داده، اون یکی فلان اینو کرده، اینها شدن مسئولین میراث این کشور. و اینها تو بوکان، تأکید میکنم، تو بوکان حفار دارن، تو لرستان حفار دارن. حفاره اینا صبح تا شب تو روز روشن دارن سیستم جعلی به مردم میدن به نرخ اصلی، کسی هم پیگیر اینها نمیشه. سیستم فیک میارن، 30 میلیونی اینو میدن 300 میلیون 400 میلیون به یک بدبخت. چرا برای اینها یک پرونده درست نمیشه؟ چرا برای اون آدمی که صبح تا شب میگه من زیر نظر میراث بوکان دارم کار میکنم، صبح تا شب میره حفاری جنس در میاره، کلیپشو میذاره، خودشو میذاره، چرا با اینها کاری رو نداری؟ چون اینها دارن برای خودت کار میکنن و تو باید دستت پر باشه که میری پیش یک سریا اینجوری چپ و راست میشی براشون. ولی من این نیستم که برای هیچ کسی الا اون خدای بزرگ برای هیچ کسی گردنمو خم نمیکنم. نهایتش منو بکشی، از این بیشتره؟ نیست.
حرفامو رک میزنم، هستم در خدمتتون، 3 سالم دارم، برم زندان به اون خدایی که میپرستی، برم زندان، بیام بیرون جفت گوشاتو میبرم. اگر 150 سال آینده من برم، مگر اینکه خدا عمرت رو بگیره، اگر خدا هم عمرت رو بگیره، میام از تو قبر درت میارم گوشاتو میبرم. وقتی که میای میجنگی باهات میجنگی. من نمیدونم، منو ببخشیدا، صبح تا شب شما بیدار میشی میگی کوهسار بادفر، ببخشید دلیل طلاق خانم من بودم. احساس میکنم که دلیل طلاق خانم تو که از تو طلاق گرفت سر حیزبازی هایی که در آوردی تو دانشگاه که قضیهش پیچید و یک سری از خودت لاشیتر اومدن این رو جمع کردن. آقا اصلا من سوال دارم، چرا کسی که باید کتاب دانشجوهای ما بخواد تایید بشه برای چاپ بره زیر یک نظر انسانی که مجرد به پرونده اخلاقی داره؟ چرا باید بره زیر نظر این که از اینها درخواست کنه بگه من باید ترتیبتون رو بدم وگرنه کتابتون رو براتون چاپ نمی کنم؟ چرا یک انسان مجردی که متعهد نیست پرونده اخلاقی داره، زنش ازش طلاق گرفته و در طلاقش هم نوشته شده که ایشون سر مسائل اخلاقی از زنش جدا شده، چرا ایشون رو آوردی گذاشتی بر سر کار که هر دختری که خواهر منه خواهر توه باید بره منت این رو بکشه با اون قیافه کچل کثیفش سوار دختر مردم و ناموس ما بشه؟ چرا اینو گذاشتی؟ آقا مسئولین امنیتی، بعد یارو میاد تو روز روشن به من تهمت زده، بعد از اینم شکایت کردم ازت، خودت هم میدونی که پیگیرش هستم، تو روز روشن میگی کوهسار بادفر برای اطلاعات سپاه کار میکنه. من متاسفم برای اطلاعات سپاه که اومده با شما برخورد نکرده، که تو تمام راه ها رو رفتی، هیچ راهی برات باقی نمونده برای تخریب من که مردم من رو دوست دارن، اومدی به این متوسل شدی که مردم از من بیزار بشن. مردم همه خوب و بد رو میدونن. الان اگر نفری پیدا بشه بگه بله کوهسار بادفر منو فروخت، ما به حرفای تو گوش میدیم. 10 میلیارد به کسی که بگه کوهسار بادفر آمار منو داده با مدارک و ادله. ولی تو 40 تا اکیپ حفاری رو فروختی که اکیپ خود تو خوزستان کار کنه. طلاهای اون شهر جدید و مهره های اون شهر جدید و مهره های شهر کرمان رو کی فروخت به چینی ها؟ کدوم بی ناموس بی شرفی؟ برای شما چون مسئولی، یه کرخری به تو گفته تو مسئول اونجا بشو، برای شما حلاله، برای ما حرامه. جان من شوخی میکنی؟ بعد شما چی کار هستی؟ ما چی؟ ما مردمیم، شما آقا؟ نه بابا، شما اینجا هم نیستی، ببخشیدا، واقعیت رو بهت میگم. تو اگر مسئولی، من نمیدونم کی تو رو مسئول گذاشته، مسئولی که بیان یک مسئول غیر اخلاقی که فساد اخلاقی داره این رو میذارن مسئول این که کسی بخواد کتابی رو چاپ کنه باید بیاد بره زیر این بخوابه تا کتابش رو چاپ کنه. من اون حکومت و اون دولت رو تایید ندارم که بخواد ناموس ما رو بده به یک کچل کثیفی که از قیافش چندش و رذالت میباره و بی‌ناموسی میباره. من این رو تایید ندارم، نخواهم کرد. اینا حرفای منه، تا آخرش هم میدونی که پاش هستم. از منم شکایت کردی، قاضی آشنات بود 6 ماه هم به من داد، ولی به اینم نیست، چون من زندان نمیرم، تو آخرته و میدونی که گوشاتم میبرم، خوب تو گوشت فرو کن. من کوهسار بادفرم، میتونی یه آمار بگیری و وقتی که کسی در حق من ظلم میکنه تا آخرین لحظهش وای میسم. برای من مهم نیست که بمیرم، نهایتش مردن دیگه. وقتی که کسی از مرگ ترسی نداره تو نمیتونی اونو تهدید کنی. پس بچرخ تا بچرخیم. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، خدا نگهدارتون.